تو چت هر کی بمیسه که بیشتر منتظره، نه که منتظره که چی رو تو مراسم ببینه، منتظره چه چیزی معرفی شه که شاید حتی ریومر باشه، شاید حتی مثلا یک مثلا یه تئوری باشه، ولی خیلی دوست داره این گیم رو ببینید. حتی در درجه خیلی بالاش مثلا میشه بلادبورن 2، بلادبورن ریمیک که اصلا حالا محاله، ولی این محالاتتون و غیر محالاتتون رو تو چت بنویسید. به نظرتون چی خوشحالتون میکنه؟ نمیخوام بگم که چی قراره امشب ببینیم، شاید نبینیم. چی خوشحالتون میکنه معرفی شه؟ اما همیشه خیلی هایپ هم مطمئن که اوکی گرفتم برای یکی از ویدیوها. من خیلی هایپم. خب امشب قراره که بهتره کنیم. خب ما دونیتار هم میخونیم ها. ببین من خودم به شخصه کار زندگی دارم. خب من الان باید امریکا باشم، توی دفتر سونی، توی اتاق 146. البته آدرس بیشتر نمیدم بخاطر اینکه شب بیان اونجا. آره. من اونجا خب لول دیزاینینگم اونجا انجام میدم. یه سری نمیتونم فایل آرت تا خونه بیارم تا قم. بعد واسه همین من از این همه راه اومدم بلیط گرفتم برای اینکه توی برنامه باشم. لطف کنن که بچه‌ها جوری حمایت کنن که من پشیمون نشم. مرسی بچه‌ها که حمایت می‌کنید. یعنی واقعا پشیمون نشم. یعنی ما مثلا این صدا رو میشنویم با همین پشتم ریمیت در صدا میده. و خب البته این صداها بی تاثیر و بی هدف نیست. اگر پر بشه ما هدف داریم. قبل از اینکه مراسم آغاز شه مهدی جان، بله منو چه جا بله جا داره که راجع به گیم‌های صحبت کنیم که پارسال توی مراسم استاف پلی پارسال معرفی شد. گوست آف یوتی، گوست آف سوشیمای جدید، رزیدنت اویل 9، دس استرندینگ 2، اینا گیمایی بود که پارسال معرفی شد. دس استرندینگ 2 رو دس استرندینگ 2 خب کدش رو آقای کوجیما برای من فرستاد، برای اینکه خب معمولا به منتقدای گیم زودتر گیما رو میدن که راجبش بنویسن. این بچه این ساید من خیلیاتون نمیدونید، من با نام‌های دیگه در مجلات گیمینگ مقاله می‌نویسم راجع به دس استرندینگ 2. امروز احتمالاً یه چیزی خواهیم داد، گیم پلی چیزی، چون قول دادن اوپن ورلد میشه. ببین نمیتونم بگم چون من بازیو کردم، یه فرم دی امضا کردم، ولی چیزی که میخوام بهت بگم اینه که در دس استرندینگ 2 چیزایی قراره ببینیم که در دس استرندینگ 1 و حتی 3 ندیدیم. هولی شیت چت. با خیلی هایپم. الان میازاکی گفته بود میخواد بازی داستانی جدید بده، ممکنه اینجا بگیره به نظرت؟ بعد سوال کردم به میازاکی الان خیلی مشغول الن رینگه. احتمال زیاد قرار نیست گیم داستانی جدیدی بده، چون الن رینگ یکی از پرسودده ترین گیماییه که میازاکی داده. احتمال زیاد تا چند سال آینده درگیر همین DLC و اصلا الن رینگ اومده و کلی مجله که گیم اینفورمر گفته که اینو دارم جدی میگم، DLC قراره بیاد واسه نایترین و یک مود 2 نفره. بله که ما منتظرش هستیم، ما هم داریم تجربهش میکنیم و نقدمون هم به زودی میاد. دوستان خالی از لطف نیست که من از همکارانی که این چند سال توی سونی زحمت کشیدن و فعالیت کردن تشکر بکنم. جناب راب دیویس که اتاق بغلی من توی استودیوی سانتا مونیکا کار میکنه و سانتا مونیکا به خاطر اینکه ایشون اصالتا اسپانیایی هستش، به این شکل میگی کنه. گادافا رو ساختن. کریستینا که قبلا من کراش بود و من گفتم که من به خانمای آمریکایی اهمیت نمیدم توی استودیوی به قول معروف، یادم نمیاد اسمشو، برایان عزیزم که فامیلیشو یادم نمیاد، اونم استودیوی همون خانم چیز کار میکنه. جیسون مکدونالد اونم تو همون البته توی گادافا رگناروک جیسون مکدونالد بسیار درخشید، یعنی یک سری از دیتیلینگ ها رو ایشون طراحی کرده، به عنوان کارگردان طراحی هم بوده توی به قول معروف رگناروک. و خب مارک سرنی هم که آخرین نفر بوده که مشاور ارشدیه که توی سونی فعالیت میکنه. که این بذار من اسپیشال تانکس بدم. اسپیشال تانکس تو مارک سونی، the مشاور ارشد of Sony. Thank you for making the games like Death Stranding, The Last Guardian, The Naughty Dog and the rest of them. Thank you so much. حالا تو هیت که کار میکنی، خب حالا بیایم یه خورده بحث رو بریم سمت پی سی گیمرها، چون پی سی گیمرها هم خب میدونیم که خیلی مهمن. پورتال 3 رضا، پورتال 3 داریم. گیبن مثل گیبن ما کلا تو 3 مشکل داریم. What the fuck.
مثل هاف لایف 3 به مثل نظر پورتال من 3. اسم پورتال 3 که میاد عمیقاً ناراحت میشم، چون گیم پورتال 1 و 2 دنیای جدیدی رو به واقعا یه پورتال جدیدی به دنیای گیم اضافه قبل و کرد. بعد دیگه، قبل و بعد شد، از هاف لایف گرفته و اون روندی که استودیو توی هاف لایف داشت رو آورد توی پورتال 3 متاسفانه پارسال به دلیل اختلافاتی که سی او های شرکت من خوردن کنسل شد و احتمال زیاد سال دیگه یا سالهای آتی راجبش چیزایی بشنویم، ولی امسال به نظر من پورتال 3 نداریم. اما خبری که دیروز داشتم راجبش میخوندم منو چرجان اینه که نیل دراکمن امروز برای ما یه سورپرایز داره. یعنی ما آخر مراسم بارشیم. وای خیلی بده، همه چی بدترینه. جوک فرستادم براتون. نه ببخش. نه یه لحظه بوفی منو نگاه کرد خودمون تو این چیز دیدم. آقا نه، ولی نیل دراکمن معمولا سورپرایزاشو دیدیم دیگه تو بله. پلی آف 3 که مثلا مراسم خیلی شول پیش میره و میگه ما این چه مراسمی فلان، ولی آخر سر که همه دارن پا میشن از صندلی برن یهو یه تریلر میاد ناتی دارک پرزنت. بعد خب یعنی ما اصلا لاست آف 3 رو نداریم امشب، چون روی گالاکتیک دارن کار میکنن دیگه، بازی جدیدشون. ناتی داگ اسمش روشه، سگ‌های ناتی. خب امان از دست این سگای ناتی. لاست آف 2 هم که معرفی شد 2016، یعنی اون تریلری که ازش اومد هیچ کس انتظارشو نمیکشید، یعنی همه داشتن دنبال نمیدونم گاداوار جدید بودن، دنبال رد دد ردمپشن جدید بودن، هیچ کس انتظارشو نداشت و حس میکنم بعد از موفقیت لاست آف 2 در گیم آف دی ایر ما امسال فکر میکنم یه خبرایی از لاست آف داشته باشیم، چون میدونی بوگی جان لاست آف آنلاین همین چند سال پیش کنسل شد. ناتی داگ دیگه. ناتی داگ زیاد گیم آنلاین رو حال نمیکنه. ولی خب ویچر 4 رو تو چطور میبینی؟ میدونی که هم تکنولوژی جدید داره، هم انجین جدیده و خب جهان باز. ویچر جدید توی ویچر 3 ما گیم رو روی آنریل انجین 4 داشتیم، من خاطر تو فریم ریت کمتری توی گیم میگرفتی، خیلی دست برنامه نویسای گیم ویچر خیلی کم بود. حالا اما امسال با معرفی آنریل انجین جدید توسط اوپن ای آی ما حس میکنم که یه تکونی توی دنیای گیم داشته باشیم و ویچر 4، چون ویچر میدونید گیمیه که از سالهای قبل وجود داشته باشه، آیکانه منو. بعد موفقیت سریال خیلی تاثیر روی موفقیت گیم داشت. آمارهای نتفلیکس نشون برعکس بود. خیلی سریالش خیلی بد بود. من میدونم جدی میگم، ولی من میدونم سریال فصل اولش که هنری کویل داشت بازی میکرد موفقیت چشمگیری داشت. همین باعث شد که رؤسای استودیو رو وا بداره برای ساخت ویچر جدید. چقدر عالی. زروسکی تو خب مثلا آی جی آی یکی از لول دیزاینراش بودی اصلا. من اون موقع یکی از دستیار لول دیزاینر، چون خیلی سن پایین بود، ولی خب حالا جامعه گیمر منتظر آی جی آی جدیده. می‌بینیم امشب؟ ببینید فکر نمی کنم آی جی آی رو ما یه سری آی جی آی ریمستر داشتیم که اون نسخه‌های رسمی رو دیدم برای پرزنتیشن با گلخان. ما آی جی آی ریمستر رو شاید خواهیم داشت، اما هیچ خبری فکر نمی‌کنم از آی جی آی جدیدش. خبری نیست یعنی؟ هیچ خبری فکر نمی‌کنم باشه، به دلیل اینکه خب توی آی جی آی 1 و 2 و 3 ما به قدری اون حس نوستالژی رو نهادینه کردیم که من فکر میکنم اگه بخواد ورژن جدید از این بازی بیاد بیرون متاسفانه احتمال این هستش که عین به قول من بازی‌های معروف دیگه اتفاقات بدی بیفته و از چشم بیفته. بچه‌ها ببخشید ما چت خیلی داره تون میره، ما تو دونیتات دیگه جوابتون رو میدیم. آره لطف کنید که اگر که سوالی دارین که هدفمون هم پرش ما بتونیم مراسم پوشش بدیم. فقط من نوتامو یادم رفته، ببخشید. بله فقط به میکروفون مراسم نخورد. حالا تا مهدی برمیگرده ببینم دیگه چطوری عزیزم، خوش اومدید مراسم. مبین چطوری؟ استوپی خوش اومدید. استوپی جای قدیمیه. آره. خوش اومدید به پوشش مراسم. آره تا مهدی برمیگرده می‌خواستم راجع به آی جی آی خیلی خوشحال شدم که مطرح کردی. اینر لوپ استودیو سازنده آی جی آی پارسال که همین 3-4 ماه پیش
3-4 ماه پیش یه پستی توی ردیت آی جی آی میذاره راجع به اینکه چقدر آی جی آی خوش اومدی مهدی. خوش اومدید. مهدی جون داشتم راجع به بله. شرکت اینرلوپ استودیو صحبت اصلا می‌کردم. این اینرلوپ حرفه. استودیو. بچه‌ها یه سرشون نمیدونن آی جی یعنی چی. آی جی یعنی هم مخفف I'm going in. بله I'm going in. I'm going in. شخصیت اصلیش هم دیوید جونز. دیوید جونز افسانه‌ای. مهدی جان رئیس اینرلوپ استودیوز پارسال توی ردیت آی جی آی یه کامنت میذاره زیر پست یکی از هوادارانی که گفته بود گیم جدید آی جی آی کی میاد و در جوابش گفته بود که به زودی. یعنی ممکنه یا الان ببینید یا تو گیمز من حس میکنم که امروز یه خبرایی بشنویم. جالبه. خب ببینید اگر که ما اینجوری بخوایم در مورد این قضیه صحبت بکنیم، من کلا توی استیل بیس لول ها علاقه شدیدی داشتم. اصلا به خاطر همین بود که من با گیم آی جی آی وارد لول دیزاینینگ شدم. یه رو دیگه مراسم شروع میشه چت. بله با رزومه خوبی که داشتم توی این قضیه تونستم خودم رو جا کنم توی کمپانی سونی. استیل بیس لول دیزاینینگ یعنی چی؟ گیمایی که مخفی کاری زیاد داره. خب این نه تنها نسبت به قول من مثلا وقتی که ما داریم یک لولی رو دیزاین میکنیم که نیاز به مخفی کاری داره، ما به شدت همکاری متعامل داشته باشیم با بقیه استودیویی که داریم باشون کار میکنیم. مثلا مثل اینا من نوشتم نراتیو دیزاینر و به قول من کسایی که توی این استودیوها توی این رول ها فعالیت میکنن، توی رول نراتیو دیزاینر، توی رول به قول گیم پلی پروگرامر. حالا سوال کلا ما توی گیم آوارزهای قبلی هم دیدیم که گیم آف دی ایر جدیدن خیلی حاشیه زیاد شده براش که بهترین بازی سال چی میشه. مثلا پارسال حاشیه بودش که خود دی ال سی الدن رینگ چرا باید جزء گیم آف دی ایر باشه کاندید بشه که استروبات برنده شد. شما اینو چطور میرید؟ آیا مثلا در سالهای بعد دوست دارید دی ال سی وارد لیست گیم آف دی ایر بشه؟ منوچ گیم آف دی ایر مراسمش، گیم آوارز مراسمش متاسفانه تو سالهای اخیر با نفوذ یه سری افراد که حالا نمیگم با قدرت گرفتن یک سری استودیوهای بازی سازی خیلی اون چیز خودش رو از دست داده، مقبولیت خودش رو از دست داده. با این که امسال با برنده شدن استروبات اعتبار از دست رفتش رو یکم باز گرفت، یعنی باز پست گرفت، اما میشه گفت که سونی با اون اینفلوئنس خاصی که روی این گیم آف دی ایر داره و گیم آواردز داره DLC اصلا حق نداره. ببینید حالا من در مورد DLC اگه بخوام نظر بدم، دقیقاً DLC اکثر DLC برمیگره به چی؟ به سناریو پردازان و لول دیزاینرها، به خاطر اینکه خب ما یک بسته الحاقی رو قراره به بازی اضافه بکنیم که نیازی به پروگرام کردن دوباره AI نداره، نیازی به قول معروف تغییر مکانیک های بازی نداره. ولی خب دی ال سی نباید گرون بدیم، اکسپنسیو نباید باشه. ببینید این دیگه سیاست‌های اکونومیکه حالا بنده نامکو چه سیاستی داشته که الدن رینگ دی ال سی شو با $40 بحث اینه که ببین جالبه سرزمین سایه‌ها ارزشش رو داره که $40 بدی، ولی $40 ببینید DLC بحثش اینه که ببین مثلا DLC اگر چرا آقای آینه میگن که DLC نباید حق این رو نداره که بخواد گیم آف دی باشه، دقیقاً همینه. بخاطر اینکه DLC بریم که مراسم نه هنوز هست. من مراسم فقط باز کنم. میخواستم راجع به توییتی راجعتون صحبت کنم که دیشب من دیدم در سطح توییتر داشت ترند میشد راجع به گیمایی که لیک شده بود، یعنی لیست مراسم لیک شده بود. من میخوام بعضی از گیم‌ها رو براتون گیم لیک شده بود. بله، مثل این که مارول وولورین رو امروز داریم، مارول اسپایدرمن 3 احتمالا اینا لیک شده. حالا صحت و صحمش رو نمیتونم تایید کنم. استروبات جدید قراره بیاد، بلادبورن جدید قراره بیاد، فیلم بلادبورن قراره بیاد، قراره تو پلی استیت ببینیم. بله، هیروز زیرو وان میاد و دلستاواز مثل اینکه خیلی خبرها راجبش گفته میشه. سریالش مثلا دیگه مشخص نشده. گیم اینا چیزایی بود که دیشب خبرایی بود که راجب امروز اومد. خب مثلا خیلی ممنونم که اسم وولورین رو آوردید. بنده توی یک سکانس چیس توی گیم مارول وولورین
لول دیزاین کردم، اما پروژه‌ای که بنده کار کردم 4 ماه پیشه و من نمیدونم که قراره که ریلیز نهایی یعنی ریلیز نهایی که اتفاق بیفته و که قراره اناونس بشه. بله ولی من حواسم بود که ما داشتیم روی این پروژه کار میکردیم درسته. و خیلی از پروژه خفنی بود. بهتون میگم که ما قرارداد بزرگی که با آنریل انجین بستیم برای گرفتن اسست های به قول معروف مهم از کمپانی مارول، اسست های مهم که کورسا بودن از کمپانی مارول، 3D اسکنرهای بزرگی که آوردن. ما خود شخص هیو جکمن رو آوردیم یه 3D اسکنش کردیم که بخوام بزنیمش تو لول و اتفاق بزرگی قرار همین الان یه خبر گوشم رسید که احتمال اینکه آنچارتد 5 داشته باشیم هست، چون بالاخره سونی میخواد که اکسکلوسیو داشته باشه. دیگه چقدر لاستاواس ریمیک، لاستاواس ریمستر میدونی دیگه وقتش بود که نسخه جدیدی از یک فرانچایز محبوبی و فرانچایز محبوب. نکته جالبی رو گفتی. کاربری توی توییتر به اسم آرتیگاد نوشته که احتمال زیاد امروز چیزو داشته باشیم، همین که الان گفتی آنچارتد. ولی اینکه داره نگاه می‌کنه جیمز بانده، اون یکی شبیه هم نیست. الان توییتر رو که دارم چک میکنم، کاربران خیلی یعنی منتظرن که مراسم شروع بشه، با ما همراه باشید. 7 دقیقه دیگه مراسم شروع 7 دقیقه دیگه مراسم شروع میشه. هدف رو داشته باشید، هدف رو پر کنید بچه‌ها تا بریم. از کجا میرسه؟ سینا خوش اومدید. لایف سایبر خوش اومدید. از بازی جیمز باند هم یه سری رومرها و شایعه‌ها بوده که بازی جیمز باند میگم خاطره داشتید دیگه قطعا با بازی جیمز باند پلی استیشن 1 و خیلی وقته که ما تو اکسکلوسیوهای پلی استیشن نمیبینیم که دست بذاره رو تایتل‌های حساس مثل این چند سالی از بعد از ریلیز شدن PS4 دامیننس سونی اونقدر زیاد شد توی صنعت گیم که سونی یکم تنبل شد توی ساخت گیم‌های جدید. یعنی اینجوری بود که خب من گاداوارم داره میفروشه، لاستاواس هم داره میفروشه، ریمیک هم داره میفروشه، چرا اصلا برم سراغ گیم‌های جدید رو ریسک کنم؟ امسال ولی رویکرد سونی با روی کار اومدن آلن ریکمن جایگزین شده نسبت به این چیز. الان دیگه ویژن سونی رفته سمت این که من گیم جدید میخوام بسازم، میخوام بازم یه موج جدیدی توی دنیای گیم راه بندازم. خیلی مالی. ولی خب مثلا ما یکی داریم آقای سم لیک. خب خیلی دوستش دارن سم لیک، بازیاشو دوست دارن، ولی خب اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم بازی‌های سم لیک فروش خوبی نداره و شما دونیتو بخون. مرسی دمیلی. سونی داریوش ادی پخش میشه. دمیلی مرسی برای 80، مرسی از حمایتت از بازی ایرانی. مراسم داره پخش. صدای مراسمه. یک لحظه ببخشید. بله مرسی از حمایتت دمیلی. از بازی ایرانی اختصاصی سونی خبر دارید؟ پرنس آف پرشیا چون داشتیم نسخه بعید بدونم نسخه بعدی فعلا منتشر بشه، ولی فکر میکنم که جنگ در خلیج عدن 3 احتمالش باشه. بله دوستان ببینید من داشتم این نکته رو عرض کردم خدمتتون که ما یه بحثی رو داشتیم از اوه مای گاد چی شد؟ امیدوارم که سونی منو ببخشه بابت این لیک. وای نه امیدوارم سونی منو ببخشه. سونی ببخشید. لیک مدل وای این مدل سبودی جی تی ای که لیک شده، ببخشید ساکت سونی دهن سر تو اصلا نمیتونی هیچی تو ببخشید من نمیتونی هیچ رازی رو نگه میبندن استودیو رو مهدی لعنتی. این بار سومیه که من مدل لوسیا رو بچه‌ها من دارم رو دیتیلش کار میکنم. لطفا ما رو نبر. نافش رو خیلی خوب در آوردم. مهدی دهنتو ببخشید واقعا من معذرت تو توییتر دارن راجع به این قضیه صحبت می‌کنن. رسانه‌ای شد. اینقدر سریع چجوری رسانه‌ای شد؟ بچه‌ها لطفا کلیپ نکنید. خواهش می‌کنم من کلیپ نکن. خواهش می‌کنم کلیپ نکنید. وای معذرت می‌خوام. سمله کمی الان عکس تو رو سم آخه باید من این دوجه سم brother what the fuck man. Sam, come on. Oh my god. Sam, I know you know me but please don't do that man. Like what the fuck. Stop it and go make Alan Wake 3. Go make Alan Wake 3. I'll see you in New York. Okay, just be careful. خب بریم
آقا حمایت نمیشیم اندازه‌ای که داریم کانتنت تولید می‌کنیم. خب این چی 7 دقیقه است یا 28 ثانیه؟ آقا 7 دقیقه دیگه مراسم شروع میشه. من پوجیما گفتم سان. که لطفا دونیت بکنم و برگردم نیویورک. پوجیما 10 سالی که داره رو استیج و هنوز همراهش یه مترجم هم میاد. انگلیسی چرا یاد نمیگیره؟ این خیلی به فرهنگ بستگی داره. فرهنگ های ژاپنی خیلی فرهنگ اون وطن پرستی توشون زیاده. میگن ما با اصلا نمیخوایم، ما انگلیسی نمیخوایم، ما ژاپنی برامون کافیه. درست. بوگی توی مراسم قبلی ما با درست. همین دیبیت رو داشتیم، مناظره رو داشتیم که تو داشتی میگفتی که زبان انگلیسی باید وارد درسای بچهای ما بشن و راجبش صحبت بشه، ولی میبینیم که کوجیما هنوز که هنوزه گارد داره نسبت به انگلیسی و اینو تو گیماش هم نشون میده. آره اینو تو گیما نشون میده، حتی توی زیرنویس‌های دموی لستاواس. بله. Hello? I'm sorry, Bachelor Boss. Hello? Yes, sir. سم I'm sorry, sir. Yeah, I'm so sorry, man. کار دست خودت داری دوباره. Oh, man, okay, listen, I'm sorry, man. I just leaked something in the stream, bro. بچه No, راکستا nothing, فهمید مثل این که nothing too serious, brother. Like, what the fuck, man? Mother Jenny, listen to me. I told you once. بگو من میگه پالیتیکس. I told you I'm not in the politics anymore. Okay, sorry. چی گفتن؟ اگه دونیت کنیم میبخشیم. Oh, it's sorry, it was a prank. Oh, سد مهدی motherfucker. کاره همیشه Motherfucker. Oh, thank you. سد مهدی شیطونی Oh, کلاسیک سم. Classic Sam, motherfucking Sam. Like, what the fuck, man? خیلی نرد بود این حرکت. ارسلان دادگر گفته که اگر شک بزنی 79 میلیون دونیت کنی. ارسلان امشب فرق داره. امشب بابا 79 میلیونه. خب ببخش. ارسلان اگه هدف پر کنید نه تنها شیک میزنیم بلکه کار دیگه هم میکنیم. اصلا کنسرت میذاریم. بله. بچه چند دقیقه دیگه مراسم شروع میشه. چند دقیقه مراسم شروع میشه، ما هنوز حمایت نشدیم و وقتی که وارد مراسم بشیم چیزه کلاسیک قم. آره کلاسیک. منو جان خبری به دستم رسید که مثل اینکه گنشن ایمپکت جدیدم امروز معرفی شد. میدونم که تو مستری این گیمی و تروفی آل تروفی کردی. نظرت چیه؟ یعنی جامعه ویب میتونه خوشحال بشه. امروز برای جامعه ویب روز خوبی خواهد بود. قراره چند تا گیم کاوایی جدید معرفی بشه. قراره هممون اووو بشیم و کلی میگن که چی گفته؟ نه همین. فکر کنم برعکس شد. او مای گاد من. اجازه این چیزو چک کنیم. اجازه بدید بچه، مثل اینکه مراسم یه خبر خیلی مهم راجبش اومده. اگه اجازه بدید ما ببینم مراسم رو خبرشون. مراسم چی فکر دنیا سر جاش هست. فکر چیزه؟ خب بچه‌ها با دبلیو هاتون نشون بدین که آماده پوشش زنده هستید. که منم ریمی تو باز کنم. خب 4 دقیقه وقت داریم. بچه‌ها نظرتون راجع به این که اوه اسنوپی آی اسنوپی مرسی برای 200,000 تومان. مرسی عزیزم. آیا ارتباط مستقیم داریم از مراسم؟ Of course. بله 100% ما هم الان لایویم. Of course. بچه ما یه سری مرسی عناوین اسنوپی. جناب رضا و جناب مموشه یه سری عناوینی که اسمشون قراره تازه به گوش ما بخوره، عناوین تازه‌ای هستن. دبلیو Phantom Blade Zero، Fair Games and Sword of the خیلی Sea. منتظرم. عناوین تازه‌ای هستن که احتمال 99% امشب توی این برنامه من واقعا منتظر فانتوم بلیدم. یعنی ببین محشره، تو هم سولز لایک رو داری، هم هکر اسلش رو داری و هم همون استایل قدیمی. کلا یه بازی حالت RPG هستش فانتوم بلید. نه چرا؟ فانتوم بلید زیرو حالت RPG هستش. المان آر پی جی داره. المان RPG داره، بله. المان زیروش RPG. المان RPG داره. من منتظرشم. مثلا پلی استیشن فر گیمز هم که بازی مولتی پلیری هستش که مثل اینکه اینجوری که گفتن خیلی تعریفش کردن. امشب بعد رونماییش رو ببینیم و سورد اف دی سی هم که یه بازی حالت ماجراجویی داره که باید ببینیم امشب. ولی امیدوارم خیلی بها ندن به فاینال فانتزی.
کافیه خب این یه سری بروزرسانی ها احتمالاً امشب توی فانتزی داشته میشه و رزیدنت ایول 4 وی آر مود رو هم امشب احتمالاً یک خبر مهم در یکی از موردش دوستان تو استیج لایو که داره پوشش ما رو میبینه گفته ریمیت بده مادریتور. بچه‌های مادریتور آقا دلیلی داشت شما امروز تو مراسم حضور نداشتید؟ دلیل سیاسی؟ سید بزن ولش کن. بچه‌ها راجع به این مسائل خواهش می‌کنم سوال نکنید. متاسفانه خب ویزای سید همه چیز اوکی بود، همه چیز یعنی امروز قرار بود ساعت 6 صبح پرواز داشته باشه. خب من نشون ندم اینو. what the fuck کذب شده مثل این کواس هم. آجا من پام یه جوری چیز شد. این دستماله بده. پام قرمز شد. خیلی چیز شده. هیجان زده شدم از این ور دیگه هم زد بیرون. بچه‌ها دونیت کنید. بچه‌ها دونه واقعا دونه پام زخم بود کنده شد مثل اینکه. دستینی 2 یه سری اطلاعات جدید در مورد DLC امشب خواهیم شنید. جدی میگی؟ بله. کافیه. دستینی کافیه. من خودم به عنوان RPG پلیر دوست ندارم واقعا دوباره وارد دنیا فانتزی البته اکوسیستم توی این DLC احتمالاً در رابطه با پایان داستانی که در حال حاضر دستینی 2 داره قرار صحبت بشه. پایان داستان DLC 2. دستینی 2. یه چیزی هم بگم بچه‌ها، ما توی این مراسم سونی خیلی تمرکز کرده روی PS2 VR2 روی کوشا گفته که قرار بود آهنگ شما توی مراسم اینترو پخش بشه. من لایسنس ندادم بهشون، این اجازه رو ندادم. قرار بود این شایعه‌ای بود که اصلا سونی متأسف مرکز شده بود. از همین از اینجا تشکر کنم تا اینجا از آیسنوپی، دمیلی و IDNJ و بابت دونیشن ها و سینا جهان بابت ورودی. مرسی بچه‌ها، مرسی. مراسم ساعت چند شروع میشه؟ مراسم دقیقاً تا 28 ثانیه دیگه. 28 ثانیه دیگه تغییر دنیای گیم. بچه‌ها آماده اید؟ بریم تا ببینیم چی میشه دنیای گیم. بچه ببخشید من سرم تو گوشیه، خبرها خیلی سریع داره میاد، خیلی داره سریع راجبش صحبت میشه توی توییتر، ردیت، چت جی پی تی، همه داره سوال و اینا میاد. من دارم همه رو چک میکنم که چیزی رو از دست. بچه شروع شد. لطفا این صحنه رو Let's go chat. برای عشق شما 80 حتما حواست باشه که لایو باشیم. آره صدا خوبه تا اینجا. عالی. تا ته ببرم بالا دیگه. آره خوبه. بریم. یه دستمال میده. چرا این قرمزه نمیره؟ میگه روش میگه. اوکی دستمال بیشتر میده. نه روش میگه یه دونه همون دستمال فشار بده. دستمال بده. چرا قرمزش نمیده؟ خب بچه صدا خوبه؟ صدا که چی رو داری میبینیم رضا؟ سونی بازی سونی با روح. یعنی جاست دنس داریم؟ واو خودی بیا تو مراسم. پام خون اومد بچه ها. خب باید نگه ده تا وقت نگه داری هم اوه تتریس جدید، خاطره بچگی ما. اوه وات خاطره سازی شد. چی باحاله میدونی این تتریسش. لومینس رایس معرفی شد بچه. لومینس رایس حتما سابسکرایب کنید. حال 20 خیلی دور شد. خیلی دوره. پلی استیشن البته ورژن وی آر بود، یعنی برای این سری
Hello from مرسی آیدین ディレクターのこちらのたかしですインスタライズのトレーラー楽しんでいただけたでしょうかこの秋プレイステーション5 PSP が2の対応で発売予定ですインスタライズは خفه شد دیگه امروز در آیدین مرسی بین PS5 و PC رو بخر مرسی برای دونیت آیدین مرسی 心地よくプレイヤーを共感覚の世界へと導きます کوزوکوی دیوانه よくある普通のパズル مغز دیوانه مغز پازلی دیوانه. این آدم ببین دنیای پازل گیم رو عوض کرد خیلی کمکم کرد تو کریر من ایشون واقعا خیلی کمکم کرد مرد با اخلاقیه ایشون واقعا آریگاتو گوزایماسه که میشنوی ぜひ皆さん手に取って وای 遊んでみてください FK گوین قراره بازیش کنه And enjoy the rest of the state of play. Thank you mister thank you مرسی بزنیم سید بچه دولی بزنیم واسه خودتون که توی گروه لحظه تاریخی ژاپنی- اینجایید گروه ژاپنی یوسوبی خب خیلی از موزیکای این استیت اف پلی رو جدی میگی؟ بله What comes after dreaming چه چیزی بعد خواب میاد؟ یعنی چی میخواد معرفی شد؟ دریمز 2 یعنی گفتی واقعا دریمز 2 قراره بیاد We're turning into reality ریالیتی بچه این چیه چت؟ کمک اون کنید with our third generation Whoa. Luna filament and advanced generative لونا فلمنت AI. چیز دیگه داداش دریمز دیگه دریمز We دو are reshaping the line between dreams and reality. We create شما تو گوشی من چه life. گیرم اجازه بده اوه Our future. چی میتونه باشه؟ Delphi Corporation. وات دلفا کورپوریشن فقط همسایه‌مون شاید اون پرت کنه دلفا کورپوریشن دلفا کورپوریشن خود آخه من منتظرش Let's see about نبودم getting passed through to Earth. خیلی گیمی خفنیه این گیم رو من واقعا باش کار کردم واقعا خفنه دلفا کورپوریشن اومده دف کمپرشن دلفا اپریشن There you are. این دختر شیطون باعث شده که فلگماتوه فلگماتو داره میاد This is running دوه کپکام کپکام پشمام سازنده استریت فایتر I am DI-03367. رسمی دیگه حالا نو هوای دث استرندینگ داره Kojima. حالا هوای دث استرندینگ داره خیلی وقت بود خبری از این نبود اما مکانیکای بهتری داره البته فایت هم زامبیاش هم دوست داشتم ولی مکانیک گامپلیش یه خورده برام یه جوریه خیلی منو یاد چیز میندازه Identified. بس صدا زیاد چرا زیاده؟ میتونی کم تر Us? Looks like we're gonna have to fight our way through here. What the? What the- Person taking firewalls. How can you control protocols? اوه شت فیزیکش خیلی شبیه نسل نوه God of War. نسل نوه واقعا پاگماتو شت خیلی وقت بود ازش گفته خبری بودی نبود یا؟ و گفتم امروز خبری ازش بچه میشنم پاگماتو اومده 3-4 سالی هست که معرفی شده Okay, okay. How about we call you Diana? دایانا دایانا پاگماتو شت خیلی وقت بود دلم برای همچین گیمی که توی فضا واسه تنگ شده بود 2026 لعنتی ها بابا ما منتظر بودیم همه امسال خیلی تجربهش بابا کنیم 2026 خیلی ما خیلی طولانی. چرا استودیو این کار رو میکنن کپکام شیم خب ما پراگماتا رو معرفی شد نظرتون چی بود الان از بسیار من واقعا علاقه‌مندم به این گیم بچه من نمیخوام خیلی در مورد اینکه چی میدونم از این گیم صحبت کنم بخاطر اینکه من توی متن این گیم قرار دارم ما رو و- تو گیم پلی وای این منتظر این هم بوده آخه من توی طراحی اینا عجیبه. دخیلم اوه مای گاد واقعا گیم سورئالیستیکه دستشو میخوره بچه این بازی سورئاله بکنم از این گیم های فریکی آه خوراک خودم اوه شت اوه باید با ویروس بجنگیم پشمام یه بازی فرست پرسنه و چقدر سورئال اومدن از یه پی او وی جدید میخواستن گیم اف پی اس رو نشون بدن و سورئال چی شد؟ اوه
بازی نسل نو شد یهو. این بازی پارسال معرفی شد ولی گیم پلی ازش ندیدیم پارسال. بچه نظرتون راجع به این بازی چیه؟ از این گیم های دوم لایکه دیگه که میای و میکشی آره. ADHD بزنه بالا آندرلینت بزنه. ولی یه خورده پوره، میدونی پور آره یه یه چستوری ذره نیست. سبکه. یعنی من یاد بازی های اسپانسری میندازه. ددمن نظرتون چیه؟ من اصلا طرفدار گیم های این شکل نیست. من گیم هایی که خیلی ADHD داشته باشه دقیقاً همونطور که رضا گفت دوم لایک ها رو من نمیپسندم. بالاخره من این با این گیم ها کار نکردم. من از بچگی لول دیزاین های موقع من بیشتر کار شده ژاپنه دیگه میشناسیش آره دیگه. واقعا. ولی خب این چیزی من جالب بود، ما کلی از سبک‌های بازی رو توش دیدیم. یک بازی با چند مولتی سبک و این واقعا جذاب بود. و من این بازی می‌خواستم همینجوری بسازم واقعا یه تایمی. اوه این چیه؟ Spirit? I'm on your back. What? تو روش کار کردی. نه آها من کار کردم ولی به ناچار علاقه ندارم بهش. مرسی عالی بود. مرسی بابت دونه. مرسی از حمایتت. مرسی. مادر مسکین مرسی. سلام رضا شماره کوروش رو برام بفرست. مرسی دخترم حتما بیان دایرکت. مرسی تا ロビオイザ・デッドマンです。いよいよ発表できました。このゲームはですね、主人公の مغز مریض ژاپنی. استدیو گراس پوکر بازم میخواد فکر کنم ما رو چیز کنه سورپرایز کنه. 犯罪 FBI 捜査 اوه 官と تو して میگه تو یه FBI اینوستیگیتری さまざまな کاراگاهی 時空に飛んで倒していく。そんな ولی توی اسپیس تایم میخواد اسپیس تایم ریوایز دنبال میشه. کریمینال ها 今回は بگرده. ですね、 خیلی عجیبه 剣 بازی. だけじゃありません。 آقا یه سوال این جدی چرا همه بازی های زده 2026 دو جی تی 6 میاد 作ってます。 به گوه میرن که این گیم タ ها. イトルがですね、 این بحثی بود که تو همه گیم ها هست اینکه همزمان میشه ریلیزشون با جی تی ای ضربه مالی اون میخورن. خودش یه プレイステー پادکستش ション بود. 30周 اون 年 پادکست 過ぎちゃいましたけど جداست. おめでとうございます。それでは引き続きセートブプレイをお楽しみください。 Thank you بسیم. Thank you. نظر چی بود؟ اوکی بود با این گیم؟ نه ددمن تجربهش میکنه. سلیقه من نیست ولی ببین واقعا worth of try. Oh my god. سایلنت هیل اف Damn. بالاخره همون چیزی که میخواستم. سایلنت هیل اف こっち通るの珍しいね。今は誰かと喋りたくて。سایلنت هیل تو دنیای ژاپن. امیدوارم گیم پلی رو نشونمون بدن امروز. بالاخره نشون میدن. ببین سایلنت هیل تو دنیای ژاپنی واقعا من ترسناکه. میدونی که اولین سایلنت هیلیه که توی خود سایلنت هیل نیست. دقیقاً اصلا ربطی به دنیاش نداره. دقیقاً. اف. واو. Perfect. امیدوارم سایلنت هیل گیم اف. پلی نشون بده. داداش اگه میشه بگید به بچه‌های من ساب پایینم. 足の悪いおばあちゃんまでいないなんてこんなの絶対に変。子供いないしおー目の悪い怪物が見つけ回ってるし。いやヒロト گیم پلی میبینم. ما قرار گیم پلی ببینیم چت. مواظب باشید. داداشیما میراچی یکی از لول دیزاینرهای این گیم هستش. میراچی جان اگر که صداشو فارسی هم بلده داداشی اگه صدای من میشنوی واقعا اکشن زحمت گیم پلی. واقعا زحمت کشیده شده. اکچولی گیم پلی داریم میبینیم. ترسناکه. ببین من واقعا برد به سایلنت هیل قبلی، یعنی برگشت به ریشش. واقعا ترسناکه جدی. کوچه‌های باریک ژاپن منتظرته. پنکه ایرانی رو دیدی؟ واقعا زحمت کشید. این واقعا ترسناکه. واقعا زحمت کشید. نظر چی بود رضا؟ ひなこ سایلنت هیل never disappoint. Never disappoint chat. Silent Hill never disappoint chat. فوق‌العاده است. من واقعا خوشم اومد. من میدونستم انتظار یه گیم خفن رو داشتم. ひなこはいいよね。 ویژوالش ولی در حد ریمیک 2 خوب نیست. این نیومدن زیاد سرمایه گذاری کنن. من مثلا یه سایلنت هیل بدن تا 先生する。 ولی خب پازل استایلش هم آره. ولی جدید سایلنت هیل 2 گرافیکش بهتر بود. 一人は嫌だよ。寂しいよ。 ولی خیلی ترسناکه جدا. بعد میان سمت. ずっと一緒だよ。 این بازی توی خیلی دهه ترسناکه. توی سال 1960 میلادی تو ژاپن اتفاق میفته و いや。 شخصیت اصلی دختر خانم اسمش هیناکوه که توی- ولی بازم به تنهایی اشاره کرد. کل سایلنت هیل بنا و فرومایش تنهایی. تنهاییه و ترس از تنها شدن.
باس این فایت فکر داریم. کنم مادر بزرگشه که اولش از نبودش صحبت کرد. در مادر بزرگش باس فایته. آی واقعا جالب تشکر کرد آنریل انجین 5 تا اینجا من واقعا به این 12 میدم. سال تلف. آنریل انجین 5 the فکر best کنم 2026 بیاد You اینا. nailed it. This is اواسط 5 25. سپتامبر 25. همین مرسی. آذر داریم. آره آذر مهر اینا داریم. بچه استیت آف پلی داره خوب پیش میره. تا اینجا خوب بوده. تا اینجا خیلی خوش گذاشت. عالی بوده. بچه حمایت دریغ نشه. Around 16th century. اوه Ellen Ring. The دایم castle has been sighted again. صدای چیزه. The church's orders are absolute. These human sacrifices must Lord be of Fallen? stopped. We will Final track Fantasy? the ethereal castle, چه پست شد. break its gates, and exterminate the creatures that dwell این تا الان within. یکی از اون بازیه که من The گفتم demon lord himself will fall چون by بازی our میکنه hand. اینا. This mission will عجیبه test چقدر. the limits of your courage. براکستین نیست. You will face horrors beyond your darkest imaginings. Beasts that defy reason. دیگه باید هوای سبک دیندی هم داشته باشه. چقدر شبیه انگار سولز لایک انیمه ایه. ولی محصول سال 1999. اوه نظر چی بود؟ ببین یه حالت گراین داره بازی تراین. بله. تراین نسخه 4 دقیقا و واقعا داره همون سبک رو پیش میبره که ساید الان ویو لول من گیم های ساید ویو کامرا رو اوکی نیستم دقیقاً. خیلی من کلا این علاقه بلایستین جدیده. ادامه رید شادو آف لژنده. امیدوارم که اسپانسرشیپ به استریمان ایرانی بدن انشالله ریشاد لژند 2 The Death 22 دارم میخونم بلایستین. 2026 منتظرش نمیمونیم. گفتم بلایستین. آفرین ویش لیست نه باورم نمیشه. So خب این نشون میده که اکسپنشن هم داره. بلارستین رو داریم بچه ها. مترودینیا رو نیستم من اونقدر. مترودینیا. مثلا هاشم خیلی دوستش داره. آره، آره، مترودینیا. من ولی من نیستم. خیلی مترودینیا نیستم. من دارم کوی. اوه بندی نه. Or a hellscape I can't quite put into words. What? You've somehow been sent back in time 8 years, بازم انیمه. but the situation here is critical. نظر چیه؟ I'm counting on you, Agent. خوبه اوه اوه کاوایی شد. بچه Our نظرتون چی ultimate بود؟ mission is to uncover the چرا اولش causality اینا between these ترسناک بود. anomalies. It's probably phase electron. اونم دیجیمون Is جدیده. that what you call us, Digimon? I'll always be right here with you. Who exactly are you working for? I remember you guys. Who or Digimon. You really don't know anything about the digital world? خیلی چوز شده دقیقا. من خودم فهمش نیستم. یعنی بخوای تاکتیکال کنی اتک بدی ترن بیس باشه. دیجیمون واقعا اوجی پسنده و گیم خیلی نوستالژیه. ببینید آره. اونایی که اوجی هستند این If گیمو the gate is میبینن opened with the و digital world قطعا as شاید system, خیلی از ما دوستش the نداشت human world will most certainly be affected. Do the Titans not care about the end of the اما این digital world? تلاش بی‌وقفه برای ساخت دیجیمون‌های جدید متوجه نمیشن دقیقا منم همینطور. حاجی تا الان فقط سایلنت هیل 2 بود که منو خیلی خوشحال کرد. واقعا آره افترا. خواهش میکنم واقعا کاش کمپانی‌ها زحمت زیادی برای همچین گیم‌هایی این مجامع مخاطب خودشو داره. For this purpose and this purpose alone آره. were you born. That thing opens, they will be swarmed by digital attack. Please, Digimon everyone, is- lend me your strength Everything's riding on to you. move forward into the We future. must fulfill our mission. Agent, 2025 منتظرش نمیمونه. آقا 13 تاریخ اکتبر دقیق دادن. اکتبر 3. خیلی عجیبه که تاریخ دقیق دادن. بچه بریم ویش لیست کنید اگه دوست داشتید که پلی‌استیشن. خب بریم بازی بعدی چیه؟ اسکوئر انیکس. هیتمن بعدی؟ هیتمن بعدی؟ کریتیو استودیو. بگو که هیتمن بعدیه. اوه Oh, Father, abandon not your wayward children of Cartoon. Hades. Cartoon Deliver us جدیده. from our sins.
that we might know salvation. اوه زلدا. چه خوشگله. زلدا استایل. زلدا damn. هاشم خوشحال شد. The powerful must rule the weak. این چیز دیگه تراوریان استایله. دقیقا یعنی مثلا گیمیه که حتما باید با 40-70 سوپرت بازی کنی. مرسی بابت دونیتاتون بچه. فاینال مرسی. فانتزی هم معرفی شد. ما انتظار داریم میکشیم برای گیم‌های خفنی که دیرتر قرار بیاد. حالا فاینال فانتزی اینا رو که قشنگ خبرشو داشتیم که قرار بیاد. اینو حتما بازی میکنیم. بله اینو بازی میکنیم. نه فرقشون رو میگه که چجوری چرا کلاسیک ریمیک و شدن. اینچنس. کلاسیک چجوری بود برای ریمیکشون 39/2025 میاد. چطور بود اینجا مراسم؟ تا اینجا مراسم خوب میبینم. اوه And I'm Sid Schumann, Senshin. here to deliver news Senshin, and release dates for games نه coming to ریسپان PS5 انترتینمنت رو later this ترکونده. year. اینو We نهیدیم hope you همه enjoyed that first look at Final Fantasy Tactics: The Evil East Chronicles. The game will include two بچه versions دبلی of the واسه original شانسون داشته PlayStation باشیم. Classic. The enhanced version, نه اصل which این برای features PS1 improved بود. graphics, نه می‌خواست fully ویژوالش voiced اینجوری. dialogue, دقیقاً. refined gameplay, and much more, as well as the classic version, which brings a faithful recreation of the 1997 original to modern consoles. ست ساکتی. دارم به Final Fantasy اجدادم Tactics: فکر The میکنم Evil که East این گیما رو Chronicles دیزاین launches کردن on واقعا PS5 and PS4 اونم که روحشون پر از نور چت بود. داره ال میزنه. چت داره واقعیت رو میگه. Today. چت ال بود این واقعا این بازی ال This بود. next game is something really special. When I first بعدی played خیلی it, I خاصه. laughed so hard. من چون I با almost ایشون یه سری barfed. دراما دارم آها نمیخوای خیلی خیلی یه نمیخوام. گیم بعدی خنده داره. Is there going to be just جوکر جدید؟ او این گیمه که باید فقط راه بری. یعنی راه میری بعد به خودتو کنترل کنی که نیفتی. حالا ببین توجه بشی. انت فور اینو ما تو گیم مورد قبلی دیدیم. Headshot. No. Yeah, no, بنت بوش You can watch. دقیق نمی‌فهمم. In baby اوه steps. بیبی آه استیپس بیبی از این Place one گیم foot in front of the other, ته which is خنده است. easier said than done. خیلی تکنیکاله. اینو راه بچه باز رفتن بگم سخته. که Some pretty deliberate لول movement دیزاینر make این even یکی از the رفیقای simplest صمیمی واسه progress. کمپانی هو لول دیزاینر Captivating open world ببین experience واقعا filled اوپن with ورده oddball و characters. خیلی زحمت کشیدن کاراکترش دیزاینش. کاراکترش علیزادیه که دیگه ببینید دقیقا کاراکتر ارزوی که اتفاقا من رفرنس داده بودم بهش که این کارو بکنه Definitely check this one out. یا when it بازی comes to اوپن PS5 وردیه on که September 8th. به شدت دیتیل داره Death واقعا. Stranding دیگه. ببین کلی داخلش ایستر اگ هست او بالاخره یه گیم جالب. این چی اکشن خوشم. Hirogami is a unique action هیروگامی. adventure title. هیروگامی اوه. بالاخره منتشر شد. هیروگامی میدونی چرا اسمش هیروگامیه؟ چرا؟ به خاطر این کاغذها یادته چی بود؟ آراگامی. آریگامی. آریگامی. این دیزاین گیم بر اساس آریگامی ساخته شده. یعنی یه بخاطر گیمیه فیلم که هیروگامی. گیم پلی با تغییر شکلش اتفاق نگاه میفته. کن چقدر الان زیبا گفتی رضا نگاه کن کاغذ شد تبدیل به چیز. دقیقاً. And a powerful ape. میتونه به این میدونی با کاغذ میتونه به هر چی یعنی کاغذ میدونی که این گیم ها رو برای کنسولای دستی سونی معرفی دارن میکنن بخاطر اینکه گیم های ساده ای هستش گرافیک سونی قوی اومده. سونی قوی اومده. گیم های تفریحی گیم های سرگرم کننده برای Thanks, Sean. کنسول دستی The هستش Hotshot series has been with PlayStation from the very beginning, and its latest installment, Everybody's Called Oh. Hot Shots, Everybody boasts Go its largest Hot character Shots. roster ever. اینو توی نسخه وی آرش هم آخرین من بودش. اینو توی In تبلیغات verses from 10 پورنهاب different زیاد regions دیدم. around the بله world. بله. Each with weather effects بچه and حمایت unique کنید nighttime حتما. variants. بچه که تازه‌آمدی هدفم پرشه مراسم بعدی هم پوشش And میده. those who do will get Bandai Namco's بازی ایندی خیلی زیاد شده و خوب بینشون کم شده. early unlockable ببین ایندی هم دیگه داره تبدیل به مین استریم میشه موقعیتش. واقعا آفرین خیلی دیگه گیم های ایندی خوب کمی داریم ولی امسال اسکیجول وان ما رو امیدوار کرد. بله. گیم خفنا رو باید میذاشتن اول نه. گول سونی رو نخورید. ما در آخر قراره یه تریلر خفن ببینیم. او نینجا گایدن بلاسفمس بازی سازه حال کردی؟ سازنده بلاسفمسه؟ این فکر کنم بلاسفمس جدیده ولی با تایتل نینجا گایدن سازنده ها همونن بازی عوض شده البته اتمسفر بازی متفاوته اتمسفر متفاوته و اون دارکی بلاسفمس رو نداره آفرین دقیقاً دارکی بلاسفمس رو نداره این. به دیزاینی که خیلی خوبی روش بکارم بلاسفمس یه شاهکار بود شاهکار بود. ولی خب داستان دارکی که داشت خب جلوی فروش زیادشو گرفت. آفرین چون خیلی دارک شد حاجی Ninja Gaiden Ragebound arrives Ninja July Gaiden. 31st on PS5 and PS4. یک ماه و نیم دیگه میاد. PS5 و PS4 آره 2 ماه.
اوه look From at the that Bakers, Look Cairn is a at survival that. climbing experience The where you best carefully game. plan your واقعاً. ascent of the deadly این بازی گیم مورد علاقه خیلی وقت بابای معرفی من. شده بچه‌ها و ریلیزش رو الان قرار خواهیم Manage balance and stamina to discover secrets. Hey! Hey, wait for me! خیلی وقت معرفی شده این بازی میتونم بگیم یه سیمولیشن I'm ها؟ Marco. Nice to Okay. meet you. داستان داره گیم داستان داره. هاردکوره که باید دستاتو کنترل کنی و حواست باید ببین سروایول هاردکور عین Death اون Stranding. آقای بود که دستشو میکش نه 192 ساعت نه این آقایی که تو کوزه بود 192 ساعت You آها can give it a try Over it, yourself get with over a it. demo آفرین of گیتینگ Rise اووریته for today. ولی با چاشنی سروایول چاشنی کرین و بچه ها اگه دنبال گیم آرامش بخش هستید کرین اصلا آرامش بخش نیست That's all for سروایول us. و باید خیلی There's still حواستون به a lot of انگشتاتون باشه به state غذاتون باشه به سرما باشه This next reveal comes from the game. مرسی از سینا جان دموش هم رو استیم هستش کرین رو همین الان دانلود کنید اگه دوست داشتید امتحانش کنید Arriving later this year. We knew pretty early on that the game was fun to play. People were excited about it. میخوان کالکشن معرفی The کنن most rewarding Oh, part arcade. is just عاشق seeing people arcade. react to it. کپکام مثل اینکه چیزی اوه، اوه فایتر! پشمام We were onto something. نینجا میوتنت مورتال مورتال کمبت It was such a shock to see یه this game. خاطراتمون داره I was زنده like, I میشه can't believe this game exists. پشمام نه اوکی اینا قرار پلیستیشنش بیاد قرار بیاد روی پرس 5 باورم نمیشه آجی خیلی دارم من این ساب زیرو تنگ شده بود ببری We're showing you a part of a world that is much larger. یه ویدیو خودمون رو این مورتال کمبت خیلی چندین سال بود توی درگیری حقوقی بین کپکام و سونی اجازه پخشش داده آفرین، نشده دقیقاً، بود دقیقاً. ولی امسال آنلاین میتونی بازی کنی Make the games این گیم هم میتونی آنلاین بازی من کنی مورتال کمبت آنلاین بود Wild West. وای وای نه خب آرکیدا که اصلا اینترنت هم آره آره نه منظوری که مورتال کمبت آنلاین داشت ولی اون آرکیدا رو میتونی آنلاین بازی کنی بچه این واقعا درجه بود لگسی کالکشن لگسی کالکشن PS5 و PS4 دقیقاً باورم لگسی نمیشه کالکشن یه کالکشنی از گیم‌های لگسی و نوستالژی بچه هستش با واقعاً همون خوب بود. سبوسیا مرسی بابت یعنی- دونیت بچه مرسی مرسی. بابت دونیت قرار دونیت اوه. بشه اسمتون میاد وسط ها وایسا 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 کینکت جدید چی نکن پلیستیشن 6 معرفی شد بدبخت واو کنترلر آرکید جدید فکر کنم آفرین رضا کجا؟ خبرها رو میخونم باری کلا رضا کنترلر آرکید آرکید جدید چه خوشگله Jesus. امیدوارم به زودی تو ایران داشته باشیمش اولین آرکید Always ready for خود the fight وای چقدر قشنگ بود بچه اگه دونیت بشیم اسمتون وسط خونده میشه کنامی اولین بار سال کنم داره چیز میسازه سال ایتر ریمیک بهترین ریمیک قرار بیاد مرسی استیلز بیس ها آقا استیل مهدی سپیس دقیقا این اوه بمباردیلو هم بود متال گیر متال گیر دقیقا استایل کاری بنده است متال گیره دیگه تخصص آره دیگه میگم تخصص همون بنده عکس است معروفه آفرین تخصص بنده است لول دیزاینینگ این بازی ولی خب نظرتون چیه که الان کوجیما با کنامی مشکل داره و شما به عنوان کوجیما فن این بازی میخرید؟ چرا که نه من نه نمیخرم متال گیر one of the most nostalgic games out there man خب ولی الان ما داریم شاهکار کوجیما رو توسط کنامی بازی میکنیم که خود کوجیما راضی نیست من واقعا به خاطر اختلافاتشون نمیخوام از تجربه پلی دادم به این بازی بخوام محروم کنم خودمو چت نظر شما چیه؟ شما بخواد به عشق کوجیما اینو بازی میکنی؟ سنیک ایتر اوه استروبات جدید نه آها آه نه نه هم چرا اینجا هست این ایسترگای گیمه این متال گیر سالیده بله بدون کوجیما همچین بلایی میاد سره دیگه ایسترگ دیگه متال گیر آقا ایسترگ بود داشت نشون میداد که ایسترگ هم داره کوجیما شرمندتیم من این دبلیزا نکردم واسه دونیت نشدیم پابجی جدید نه همون ادامه همون سنگ شد نفهمید همین در این حد اند مور میگه و که چیزهای بیشتر اند مور کنامی ال برای ریمیک خیلی زد بوم Stones imbued with همسایه. وای never-ending dreams. کیتی وای فکر کنم چیز خوبی داشته Since باشه برام. time immemorial, معلومه که چیز یوته. خوبیه this معلومه که چیز power خوبیه has been
the Let's go. impetus for Let's go. human war. Let's go. دستینی واریر Let's go. تیم نینجا برگشته رضا تیم Let's نینجا go. برگشته I know bro. Let's go. این هم قدیمش بودیم بازی جومان فکر کنم خیلی من واقعا با این گیم خاطره ها دارم. روی کنسول PS2 من این گیم رو خیلی بازی کردم. خیلی باس فایتش جالب بود اوه باس استایلش جالبه نیو 3 باورم نمیشه تیم نینجا نیو 3 اشما What makes a shogun? سه فکر کنم Here is my answer. اوه پشما یعنی دابل کرکتر میشه با یک کلیک بچه ببخشید من خیلی محو بازی شدم خیلی منو داره یاد چیز میندازه بلادبورن 1 اوهو بچه نیو 3 خود زود نبود این گیم ها از این گیم ها الان نشون دادم این چی دیگه جلو داره میخوام بذارم های واقعا هایتم ولی خب گرافیک نسل 6ه گرافیک نسل 6 ما الان نسل 8 ببین نیو 3 نیو واقعا 3. طرفدار خودشو داره ولی من طرفدارش نیستم من واقعا گیم رو بازی میکنم 100% بابا گیم برای PS4 خیلی برام از که دارم انگلیسی حرف میزنم Takechio. تا اینجا چطور بود؟ فوق العاده بود. فوق العاده بود تا چه؟ Early 2026 نه، اوایل نبودمش. 2026 مرسی واسه こん دونیت にちはチーム忍者の安田です یعنی من تو 戦国 چیز 中練習の最新作 مثل یاس من فلافل آورد تو ساندویچ درش は هست シリーズの شهر 中 ما の侍スタイルに加え新た آقا に忍者 مثل スタイルを یاسوده 追加 نگو اینجوری بشه より多彩な戦闘を楽しめますステージもオープンフィールドとなり探索や攻略の自由度や没入感が大幅に ولی خب ویژوالش خیلی پیشرفت کرد لانگ دیستنس آقا گرافیکش لیمبو پریشب تا حالا همه چی داره جدی میگیره ぜひプレイして مرسی بابت ほしいと دونیت 思います دیگه نمیخواد فوش بده نه به ما نمیخواد فوش بده به مراسم میخواد نه کلا به جای فوش چت بالاییاش نخون به جای فوش دونیت به جای دونیت دمو همه امروز تو دمو رو بازی کنیم ما بازیش بذاریم؟ میکنم من بازیش میکنم تو پرستیشن Mystery Silent Shadow There are my tools دموی نیو رو قرار بازی کنیم لیاردوه For me, فیف جدیده دقیقا همون چیزی که گفتم نه ویاردو لیاردو آجا فیف جدید ورتیگو ورتیگو این فکر I کنم was raised in this city's shadow, سازنده متروه ورتیگو free to take whatever Maze I Theory. need آریزون سانشاین و آها اینا to خب، survive. احتمالا فیف وی آر داریم دقیقا بیاره فقط برای تو اوه تیر واقعا فیفه بله همون چیزی که گفتم استیل بیس لevels ولی خب جامعه آماری نشون داده وی آر This برای کیه city برای یک سری از hides من many وی آر رو خب خیلی ندن هنوز هم شرکت ها موفق نشدن که وی آر رو جنرالایز کنن به ما تو خود ایران هم فقط الیرکسا داره فکر کنم و پول گیمر داره خیلی دارن البته یه ما متکی دارم متاسفانه تو ایران یه مقدار به خاطر هزینه ها ما خریداری نمی کنیم ولی توی قطعا کمپانی که به گیم برای وی آر میسازه مطمئن باش حواست به این هست که فروش بده این چیزگرته اسمش قشنگ یادم نمیاد نه تیف تیف آه، بیار شو. لگسی گفتم، اف حال شهر. کرد. آره آفرین تیفه آره لگسی آف شادو شوه مثلا هاچ پاندا کلی ازش ویدیو میسازه دزد اسکول آریزونا سانشاین 2 Cleo has uncovered a formula for a cure, but she's keeping it safe in her tower. چقدر شارپه زنده است رنگاش زنده است Seems a bit tense today. به خاطر پراید مانته به نظره میتونه باشه Damn it. It's gone. Someone beat us to it. آنلاینه مولتی پلیر استوری The Great Flood. Ellen, پشمام. my dear planet, has been dying. Plastemia has taken everything from us. آه نگاه نکن دوست دارم نظر چیه؟ You Tidewalkers نظرم خیلی are all مثبته. connected. مثل اینکه شما آنلاین گیم رو تجربه میکنید بله با دوستاتون روی وی آر اینم بیاره بله صحرا بود سیاف سبزه موزیکشو خیلی دوست دارم
یعنی داستان رو با آنلاین پیش میبرید آره و شیر میکنید لحظاتتون رو. Tidewalkers. یه جور سی کانکشن مثل دس استرندینگ، آنلاین دس استرندینگ که ولی دیگه داریم به آخره مراسم فکر میکنم برسیم و هنوز که هنوزه گیم مهمی اعلام نشده. برام عجیبه، فکر نکنم سونی بعد از این همه انتظار چیزی Tides of Tomorrow. اعلام نکنه. ما به نظرم سورپرایز میشیم. آره خوب بود این برای سبک و سیاقی که بود حالا آره جالب بود. گیم پر کنه دیگه. اینا معمولا بهش گیمای میگن که تایم پر کنه برای اینکه چیز بیاد. سازنده استروباس. ربات جدید. Woo! شاهکار. Astrobot launched last September. هنوز یکیشو تموم نکرد. Even receiving a few honors. آخرشه ولی ما کرایه خریدیم بازی تموم میشه. Five پس فردا اکسپایر levels, میشه. followed by a Christmas special packed with festive surprises. And then earlier this year, the Vicious Void Galaxy این آقای made فرانسوی appearance, واقعا من adding yet more دیوونه new میکنه. challenging levels, all of which came at no additional cost. And today, I دیگه am هیچ pleased هزینه to announce اضافی that اعلام later نمیشه. this month, you will be able to enjoy 5 brand new challenge levels in اوه Astrobot, bringing the total Hey, to so let me tell you that. 90 planets. 90 تا نود پلنت Astrobot جدید. will be there too, including Atsu بازهای from Ghost of قشنگ Yotei, جدید alongside other fans' favorites, but these ones are a surprise. اسکن And گوست آف finally, توشیما رو the داشت. Astrobot DualSense wireless controller will return later this کنترل year. رقص از گیم رو فکر بودش. So be on the lookout for more news coming مطمئن soon. تازه نه یا Active Asobi, thank you all ملوس for the بازی amazing سونی reception you خیلی gave ممنون. today. دیوونم And میکنم. enjoy the rest of the show. خیلی گناهی بود که علامت چی گفت؟ گفت که میاد جدیدش. اوه میموریز گو میموریز ستی این چیه؟ چقدر منو یاد چیز میفته. دسلاو ربات. دسلاو ربات میندازه. چیه این چرا عجیبه؟ و ویژوال بیرونش به کرکترها نمیخور. سی آف تیپس؟ اوجی آنلاین ده؟ بچه این چیه به نظرتون؟ از این واسه که من میخوابم مثلا تا صبح. فایتینگش جالب بود. ولی قبول داری گیمو داره شبیه هم میشه؟ آره به خودش الان این شبیه 10 تا گیمه. 500 تا گیم من الان میتونم بهت بگم که این شکلیه. یه پایرتی که سوار کشتی میره این ورمار با یه هیولا میزنه بعد فرار کنه سکه بعد بگیره اون. آره واسه این کلانکیه. تکراره نسبت به سیافتیو جون اوه ترن بیس هم هست. چی بودیم؟ مرسی بچه دونیت بچه مرسی که دونیت شدیم. ساکیت سه بگو از استعداد از تالنت از اطلاعات. خیلی عالیه. من دیگه حرف ندارم بزنم. مرسی. بعد نمود برای واقعا سخت ساخته این بازی ها و امیدوارم که هیچ نگیریم این بازی بچه حتما تلاش بکنیم برای پرزیدن این بازی. واقعا زحمت میکشم بخاطر اینکه آیلند به آیلند داره طراحی میشه، کلی جزئیات داره و این بازی اوپن ورلی که شما مسافت طولانی رو سورد آف جرنی دو این بازی جدید متناواه. سورد آف سی بازی ساز جرنی رو ساخته. معرفی شده قبلا. گفته با می جرنی ساخته؟ نه جرنی سورد آف سی گایز. سورد آف سی این بازی رو بنده طراحی کردم. همه لولاشو من طراحی کردم. مرسی. سورد آف سی خیر فعلا خبری ازش نیست. من در مورد سیاست‌های سونی نمیتونم صحبت بکنم ولی این سورد آف سیه. بچه یه دبلی واسه ست بزن چه گیمی طراحی کرد. خیلی من روحمو توی این بازی گذاشتم. همه این مشخصه قشنگ تو رو دیزاین لولی که دارید می‌بینید خیلی آرامش تو رو دارم توش می‌بینم. این زنجیر ببین واقعا توی قسمت زنجیر قرار کلی داستان جدید کشف بکنید کلی هیجان هر تیکه اون زنجیر نشوننده اون تیکه‌ایه که من خودته از روحم خودته دقیقاً اینجا هم از قوم دیگه دقیقاً ببین ما اینجا اصلا ما یه سری مشاهدات میدانی داشتیم از خلیج فارس برای
ماهی‌ها و اسفنج اینا رو ما از خلیج فارس آوردیم. اینم که یزد شما پینت طراحی کردید درسته؟ خیر پیکسارت باس فایت هم بس داره بازی. من در مورد لول دیزاینش با من صحبت کنم. من سورد آف سی چقدر شبیه جرنیه؟ خیلی شبیه جرنی. آگوست 19 آقا این گیم نسخه اولش همین جا نیفته. آره دیگه میدونم همین میدونی کریستین همین صحبتش کردم همکارته یا همونی که من کرایزر رو خوشم بچه پلاس خوشحال باشید این بازی برای پلاس میاد. Oh my god سم لیک FPS رمدی مولتیپلیر سم لیک رمدی تو دنیای کنترل الان بیک بیک مولتیپلیر خیلی خفن میشه. اکشن من خیلی منتظرم. Fun in short bursts or deep dives. سم لیک مرسی. پرسش پلاس هم میاد این گیم. پرسش پلاس میاد پی سی هم امیدوارم بیاد. خیلی از الان پی سی میان ولی The PlayStation Plus Classics catalog welcomes several new titles. کریستین برو دیگه. گیم‌های جدیدی که روی PS4 دریوسیکس PS2 بازی می‌کردیم. اینو توی پلاس توی سمنتای توی قشنگ تو استریم قبلی هستی گفتم دوستش داری؟ توی استار متال ماشین جنگی برگشته. Additionally, two of Capcom's most beloved قربون games نجا این خانم انانس کنم اینا رو فقط ویزا ممکنه ولی آره رازم به نکته خوب اشاره کرد. رزیدنت ایویل 2 و 3 توی پلاس مرسی پلی‌استیشن. Additionally, Myst and Riven will arrive later this month as part of the خیلی Days of Play celebration, منتظر running میست now through بودم. June 11th. Days of Play is a ولی رازم two-week خوب event گفت that includes ساملک اینقدر bonus فروشنده PlayStation Plus بازی ها content شخص drops, رو برده great deals بازی on software آنلاین and hardware, and more. خیلی خنده داره. Visit سملک PlayStation Blog خیلی and دوست داره PlayStation.com. سوشیما باشه. بچه‌ها سملک داره میبینه استریمو خواهش کنم بعدش ببینید. سملک داره استریمو میبینه. He was 11 years old. آمازون مگه هیتمن جدیده؟ Always at the top of his نه جیمز بانده His superiors all praise his instincts. And they're all in early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom. No. شاید راست دیگه جیمز بانده. جیمز بانده جدیده. سکای فال جیمز باند. It was ill-disciplined, utterly reckless. ببین تمومه. فقط میخوام ببینم کی بازیش کرده. شخصیتشو کی بازیگر I think کرده. you just covered them all, Greenway. جیمز باند. It's really quite simple. Bond is a آنچارتد برو خونت. تام کروز؟ Let's give him one. دام حالا چی مادر دینگ چه بود دیگه؟ شبیه من بود. James Bond. He's with me. And you are? Don't think we've had کدوم مادر No, قویه. let's not get ahead of ourselves, James. وایس اکترش چقدر بده قیافه. shouldn't have. کلاسیک جیمز. میدونی که نوشیدنی مورد علاقه جیمز چیه؟ مارتینی بدون زیتون. واری کلا. بدون زیتون. گیم پلیش من یاد یه بازی مثلا 10 سال پیش میاد. هری پاتر. چرا اینقدر گرافیکو خیلی کیری. خیلی تخمیه. نگاه گیم موبایلیه. Jet lag. Gets me every time. واقعا تو این اسکیل بیس میشن ها البته میتونستن خیلی بهتر در بیان. دقیقا این میشه جان انگلیش بود تا جیمز باند. خیلی بده واسه بازی 2026. متاسفیم برای سازنده هاش. معمولی بده خیلی بده واقعا. What do you do, James? Lately, headhunting. گفتن حالا دوره هم یه چیزی هم بسازیم بده بریم جیمز باند بسازیم. مثلا مثلا میخوام با فیلمش یکی کنم فروشش بره بالا. بچه دونیشن ها رو ما میخونیم. دونیشن رو ما میخونیم اصلا دونیت نشدیم. بچه ها فکر کنید بچه میتونید دونیت کنید اصلا برناسم اوکی؟ I suppose this is another
یه نکته که تو مراسم امسال بود حضور زیاد تمساح بود. آفرین یه داستان داره. سال بعدی سال تمساح هستش. واقعا بد بود. واقعا بد بود. فرست لاک جیمز باند رو کسی بازی نکنه. فقط هم واسه PS5 میاد. دیم. For gameplay reviews this summer. Hello, I'm Abrak of Iron Interactive. ابراک The team دیگه. is thrilled to announce 007 First Blood. پسر Louis James انگلیسی. Bond as a young air crewman in the Royal Navy. Before the tuxedo and the martinis, as he first steps into the world of espionage, striving to earn his 00 status. Everyone at Iron Interactive has poured their passion and حتی زیر dedication پوشش زده بیرون به into نظرتون crafting an experience that honors the legacy یه of چیز Bond, استراتژی harnessing our مکسمن 25 years of agent expertise. This is just the beginning یعنی of خب our journey جیمز with بوند 007. تو سال 2025 واقعا هنوز هیچ هست کرکترش کسی دنبال جیمز باند نیست دیگه. مردم خسته شدن از نوستالژی. وایس جدید ببینن. میخوام انچارتد جدید ببینم. میدونید شرکت ها ترسو شدن. سونی گوستاف یوتی. گوستاف یوتی. آروم باش صد. آروم باش. آروم باش. او ست این واقعا تاثیر برانگیزه که داری احترام میذاری به همکارات تو استودیو سانتا مونیکا. گوستاف یوتی بچه‌ها. The یوتی ماونتین. The کوهستان یوتی واقعا. گوستاف یوتی. از گیم پلیه؟ آره گیم پلی میاد. گیم پلی داریم صد به نظره. نمیدونم. بله داریم قطعا. داریم گیم پلی داریم. ما پیشرفتی میبینیم نسبت به نسخه قبلی. ببین گرافیک خیلی گرافیکش بالاست. 100% توی مکانیک و توی گیم پلی ما پیشرفت داریم. مخصوصا توی لول دیزاینی و دیتیلا. وای بهترین چیزی که میتونه ارائه بشه. گورگ شد. گورگ آره. پس ما سورال شدیم. ما پت داریم. نه گورگ نشد پتمون. از کنارش رد شد. چقدر دندونش کثیفه. دندونش من یاد دندون اکثر یوتیوبرها. میدونی که برای یه سری دخترها گورگی جذابه. بله. یوتی اصلا میدونی یعنی چی دیگه؟ کوهستان یوتی. کوهستان یوتی. بابا سه تا تله برای جولای. 2 اکتبر 2025 جولای میاد. ولی فکر کنم 2 اکتبر میاد. او این چیه دیگه؟ همین. باز رفتم ژاپن. اونجرز جدید. اونجرز ژاپنی. وولورین؟ همشون ژاپنی شدن. مارول. وولورین. نه. فایتینگ ما چه کسچریه؟ اکشوری باحاله ولی. فکر کنم مارول ورسس کپکاته. کپکات. من باش ریل میسازم تو کپکات. خیلی زیاد نیست صدا. گفت اسپایدرمن ماروله فایتینگ انیمه. نظر چیه؟ ژاپن امسال خیلی روی فرهنگ خودش تمرکز کرده. سونی همه رو داره ژاپنی میکنه. جای تیکن رو میگیره؟ نه همه تیکن هم نمیتونه بکنه. مورتال رو بعید میدم. مورتال هیچ جای مستر شیف رو نمیگیره. خب ولی چرا دی سی اینجا موقع نمیاد خودش رو نشون بده؟ دی سی هیچ وقت خودش رو کوچیک نمیکنه. دی سی دنبال پول نیست. مارول بعد از افتضاحاتی که توی سینما دکتر دوم هم قرار امسال بیاد دومزدی. بعد از اینکه توی فیلماش مارول رید گفت بذار من بازی بسازم که من پول در بیارم. گوست رایدر هم ما داریم بچه‌ها. فقط چرا ژاپنی حرف میزنن؟ یعنی این برای من سواله. یعنی یه خانم سیاه‌پوست مارول ژاپنی حرف میزنه. خیلی جالبه. بابا خار اسپایدرمن داداش ما از گوستاف یوتی کلان یه 10 ثانیه داشتیم از شرم‌آوره. آره ولی سورپرایز شیم با ریلیز گیم. چی آخه کی اینو بازی میکنه؟ آقا این چی بازی نیست. سونی گیم خوب بده دیگه. توکون یعنی توکونت میره اگه این بازی رو بخری واقعا توکونه. دوستان نخرید تحریم کنید. مارول توکون فایتینگ مارول توکون کنیه. یه تاکسی خالی زیاد بوق میزنه.
اوه یه داستانی داره پشتش. میخواد برگرده گوستاف دوباره نشون بده کل مراسمو. وولورین لوکا همه چقدر گرافیکش فیلمه. مستنده プレイステーションの友人から急になんか飲みに行こうぜっていう連絡が来て、なんのこっちゃと思って。 نظرت چیه؟ نظری در مورد این مستند実はアクの方ببین تو این لولی که داری میبینی خیلی خوب کار شده. ساختمان این الیتیا رو زحمت کشیدن بر طراحیش. いや本当に聞いた時は ولی خب ققنوس برگشته دوباره 世界的に本当に有名な IP ですし光栄だなと思いつつもまず本当にうちの会社で大丈夫かなという不安もあり وای باز داریم میبینیم اینو چیه این؟ چرا برگشتن به اینو؟ همه اول نشون میدادیم چرا اینقدر زیاده عریض بیا که ما این برنامه داشت ویدیوشو میساخت After Effects. So PlayStation approached us with this vision to bring Marvel back to the forefront of the tag fighting genre. And that got us really excited because we had worked with them before on successful stuff like the Marvel song. When it came to approaching Marvel, we had to kind of first float the idea and let them know, hey, you know, we're thinking about approaching کی میخرن آخه؟ کی میخره اینو؟ جذاب نیست واقعا مارول. الان دیگه جذاب نیست واقعا. When they named the developer, that really perked up our ears. بچه حمایت ها آخرین حمایت برمیگرده به یک ساعت پیش. چرا بچه ها ندونم میتونید توی مراسم دونیت کنید. بچه میتونید تو مراسم دونیت و حمایت کنید چون که این وادش قرار بمونه تو چنل گیمینگ و برای همیشه تو تاریخ بمونه که تو این لحظه کی اسمش اومد وسط صفحه و حمایتمون کرد. مرسی. The tricky thing is that most fans, including myself, see this as a sacred genre. خب میتونید که دوتایی حمله کنید. یعنی دوتا این 4-2-2 هم میشه بازی کرد. Because you either do something like this big خوب گرفت واقعیت. همینطور. من منتظر اویل بودن هستم. سیما رزیدنت اویل 9 هنوز چی خبری ازش نشد. Here's what I would expect to see from Arc System Works when they take on a Marvel IP. And what came up was something that went beyond that. تو توییتر همه دارن نقد میکنن سونیو. 一番最初にマーベルさんに提出した時になんとなくマイケルさんの反応はあんまり芳しくなかった印象があって何がまずいのかなっていろいろこうやっぱり直接話して من یه 5 سال میشه منتظر اویل بودن هستم やりたい و هر سری 見せてくれ چیز という میشم ような話をいただいたことがあって I remember personally the first time I saw بچه ها فکر کنم جذاب ترین چیزی که الان میتونیم ببینیم گیفت دونیت های خودمونه 今回のアイアンマンのデザインをご覧いただければ分かると思うんですけどもかなりこう Stay with me واکنشان نسبت به استاد پلی خیلی مثبت بوده توی فاز مرز اینو کار رسانه است いう感じで حتی یه سری هم دارن میگن که چیزی برامون اینترستینگ نیست بچه بالشت میلان هم دولیو یا اله بچه اندازه کل مراسم نشون دادید باز خیلی جالبا کرکترهای آمریکایی و ژاپنیش کردن میدونی که یه انیمیشن بتمن داریم بتمن و جوکر توی ژاپن تبدیل به چیز میشن گاندوم میشن گیفتونیت مجید ناردرس بچه ما یکی از کارشناسا رو از دست دادیم مایک ریون قرار بود باشه پیشمون ولی متاسفانه ترافیک خورد انشالله گیم فستیوال رو تشریف کنیم change up the gameplay
that I think players are going to be very excited. بابا بس دیگه مادر قهوه. ای آقا یوتیوب 新的なところにチャレンジしている中で4キャラクター من منتظرم هنوز ببینم شایعه گاداوار واقعا میان جای Learning میگیره. core characters. گاداوار تو ایران. But the team at Arc System Works has found a way to design a system that adapts to your گاداوار playstyle. So you can either duke it out as just the leader and have جدید assist, یعنی or you can tag in your assist to swap the leader and change the matchup on the fly. بابا سونی بکش بیرون از این I don't گیم think a lot برو of people گیم thought بعدی. this day would be میتونی here برامون now. توی فرصت You know, توییتر this رو has just بخونی؟ been an awesome journey and I'm excited توییتر رو that we get to بخونیم. be able to share it with all the fans out there. اصلا توییتر نوید چون مراسم رسمی بگو ایکس لطفا. ایکس. رنتو روزا نوشته که چرا بوگی دونیت نمیشه؟ رونتا نمیدونم 78 کی فیو خورده. نمیدونم ما کلی داریم زحمت میکشیم و میخوایم کنسرت لایو هم برگزار کنیم ولی مثل اینکه کسی دوست نداره کنسرت لایو ما رو ببینه. نوموسیتو چی میشه؟ نوموسیتو نوشته که منتظر کنسرت لایو بوگی هم. متاسفانه خبر مرسی بابت دونیت. گیلیامش مرسی برای 80. گیلگمش اسمت تو تاریخ موند این واد سیو میشه مرسی گیلگمش گیلیامشو مرسی برای 80 آقا گیلیامشو گیلگمشو عشق منی اسم تو تاریخ تحک شد هدف نمیدونم چند درصد بچه هدف چند درصده؟ اوه نه بشیم تمام شد ولی وایسید آره وایسید سونی 80% شده هدفمون جان هدفمون 80% شده فقط $50 فقط $50 مونده یعنی خیری نیست خیر ساوند افکت فکر کنم الان سورپرایز میشه بچه‌ها همیشه سونی این کارو با ما میکنه نشون میده بعد میگیم واو این چه مراسمی بود تهش تریلر نشون میده و ما گیر میشیم شدیم فکر کنم واقعا یکم بهش فرصت بدیم بچه‌ها فرصت میدیم بهشون احساس میکنم همین الان هست که انتخابات بعدی یا رزیدنت ایول 9 اگه قطشه یعنی رزیدنت ایول 9 نه یه خورده فرصت بدیم اونجا هم تمام شد اوه الان ناتی داک میاد بگوش الویدن 3 رزیدنت ایول 9 گاداوار بعدی لود میشه فکر کنم PS5 میرفتیم توالت به صرفه تر میتونم چک کنم یه رفرش بدم اوه 9 دقیقه دیگه از اول اومد خب چت نظرتون چه بود؟ گوه تو سونی تو چی؟ عناوین جدید داشتیم باحال بود به نظرم گیویت ترایش بکنیم و چی رو دوست داشتی توی مراسم ببینی که دیدی قطعا مارول وولورین گادافوار جدید مثل چیزا اینجا یادداشت کردم الدیپی گفت جز 2 صفحه همش الدیپی ما باید مخالفیم 2 من دلم میخواست که رزیدنت ایول 9 رو ببینم گیم ریمچ رو ببینم گیم مسابقه ای ولی خب من انتظاری کوآپ خوب داشتم آره گیم ریمچ ولی خب من تو مراسم دلم میخواست گیم پلی یه چیزی از سایلنت هیل اف ببینم و دیدم و اکچولی خوب بود درسته که ویژوال و گرافیک در حد سایلنت هیل 2 ریمیک نبود ولی مطمئنم که این بازی سبک هارر رو دوباره زنده میکنه چون واقعا ترسناک بود من ببین یه سری گیمای خوبی داشتیم مثل سورد آف د سی که خودم تمرینش کردم حتما بازیش کنید دوستان بخرید ویش لیست کنید خیلی خفن بود گوست اف یوتیوب که خب ما خیلی وقت در موردش داریم صحبت می‌کنیم گیمای ایندی جالب دیگه ای داشتیم کالکشن لگسی مورتال کامبت رو داشتیم خب توی سمت خودش ما فاینال فانتزی که از حالت استایل به قول معروف زلدا تور بود رو داریم
سامر گیم فیست خوب باشه بچه واقعیتش. آره ما اونم داریم جمعه. اونو داریم ها، یعنی هدف فرشه اونم داریم، ولی کمپانی‌ها خیلی لیزی شدن واقعا. گیم خوب نمیدن. سایلنت لیزی مادرفاکر شدن. سایلنت هیلی هم که میومده دادش همونه. دقیقاً. ولی خب ما یه سری عناوین هنوز توی سامر گیم فستیوال مونده که نشون داده باشه و قطعا رزیدنت 9 رو اونجا خواهیم داشت. ما سونی خورده مایوسمون کرد. قطعا رزیدنت 9 رو خواهیم داشت. بله. من فکر می‌کنم که شما نه پیش قضاوت کنید.